این داستان واقعی آلیس در سرزمین عجایبه. اوایل جولای 1821 دختر بچه 9 ساله‌ای به اسم آلیس مایر موقع گشت و گذار با پدر و مادرش حوالی دامنه بخش شرقی کوه آلپ گم شد. توی 3 روز بعد 10 نفر از مردم محلی مناطق جنگلی اون ناحیه رو زیر و رو کردن، اما اثری از اون پیدا نکردن. صبح روز 4 آلیس خودش به دهکده برگشت با پاهای برهنه، لباسهای خاکی و یه لبخند خیلی عجیب روی صورتش. آلیس به پدر و مادرش گفت دنبال یه سایه سفید رفته که از یه شکاف توی صخره‌ها رد شده و اون طرف صخره‌ها چیزی بود که آلیس بهش میگفت سمت دیگه جنگل، جایی که رودخونه‌ها برعکس جریان داشتن و آدما اصلاً حرف نمیزدن، به جاش فقط گوش میکردن. آلیس گفت اونجا بهش لباسای جدید دادن، اما شرطشون این بوده که اسمش رو فراموش کنه. میگفت غذاها طعم خاطره ها رو داشتن و حتی اونجا دختری رو دیده که دقیقاً شبیه خودش بوده و اون دختر ازش خواسته اجازه بده برگرده. نقاشی هایی که آلیس بعد از برگشتن میکشید پر از تصاویر عجیب بود. پدر و مادرش اونو پیش کشیش بردن، بعد از اون چندین دکتر متفاوت و در نهایت یه آسایشگاه روانی. آلیس بعد از 13 سالگی حرف زدن رو کلاً کنار گذاشت و نهایتاً اواخر دهه 1830 توی یه آسایشگاه روانی توی مونیخ جونش رو از دست داد. آخرین جمله‌ای که توی پرونده اون نوشته شده بود این بود: بیمار باور داره که هیچ وقت جنگل رو ترک نکرده.